دوستای قشنگم، عنصر آب رو گرفتیم، خاکم گرفتیم، بریم سراغ عنصر باد یا همون عنصر هوا. ببینیم برای عنصر باد چی داره برای ما. بچه‌ها تا من برقا رو میچینم لایک کنید، انرژی بدید، عشق بدید. برای عنصر باد بچه‌ها اول از همه داره از دلخوری میده. این روزا همه هم دلخورن. چی شده؟ با هم چی کار میکنید؟ حرس چی رو سر هم دیگه خالی میکنید؟ میگه ازت دلخورم، دلم میخواد یه مدت ازت فاصله بگیرم، یه مدت از هم دور بشیم، دلم میخواد یه مدت کنار هم نباشیم، بتونیم درست فکر کنیم، بتونیم یه راهی پیدا کنیم برای بهتر شدن رابطمون. میگه این دوری، این فاصله ای که تصمیم دارم بگیرم از بی احساسی نیست، از روی ترسه، از ترس این که ناراحتی ها باعث بشه بینمون به هم بخوره، بینمون جدایی بیفته. من با شما مشکلی که پیدا کردم خیلی داره اذیتم میکنه. از اینکه جدا بشیم، از اینکه بینمون فاصله بیفته، از اینکه از هم دور بشیم بسیار دلخور و ناراحتم. میخوام زنگ بزنم، به زودی باهات تماس میگیرم، به زودی بهت زنگ میزنم و راجع به این مسائل با هم صحبت میکنیم. میگه من خیلی بهت فکر میکنم، خیلی به کارهایی که کردیم با هم دیگه، رفتارهایی که با هم داشتیم، گفتارهایی که با هم داشتیم. میگه میدونم که منم اشتباه کردم، میدونم که دلخورت کردم، میدونم که از دست من ناراحت شدی و تصمیم دارم که تماس بگیرم و این دلخوری رو از بین ببرم. البته نه به زودی، بعد از یه چند روزی که از هم فاصله بگیریم، بتونیم تمرکز کنیم، بتونیم فکر کنیم و بتونیم همدیگر رو آروم کنیم. اینجا میگه من به تو علاقه دارم، من رو تو تعصب دارم، من شما برام خیلی مهمی، من در آینده به دیدارهای گرم و عاشقانه فکر میکنم. میگه من به این که بتونم رو خودم تمرکز کنم و مشکلات رابطمون رو حل کنم باها تماس میگیرم، دیدار داریم با هم و قراره که تمام این مشکلات رو من حل کنم. من میدونم که خودم اشتباه داشتم و باعث ناراحتی تو شدم.